آقا تینجی؟ تولد خونه با یک آشیانه دیگر مانده؟ شینه آقا شینه شما زیغ نشید من تجربه آموز نفس کشید شما علاقه در بیمارخانه یک آشیانه دیگر مانده است 2 سال پیش یک زنک در ایستگاه بیمارخانه تولد کرد در کوچه اینجا بیمارخانه شما زیغ نشید همین ایستگاه ها؟ بله 2 سال پیش بله همون زنکم من بودم اینه میخواه که اینه با واتساپ آویاکسی شهروزه زنگ میزنیم بلیتوی ارزون باورناک در 5 دقیقه کارت حل میکنه با تمام دنیا بلیت دارن که بلیتوی ارزون خیلی بایی زکاست که دوستان عزیز با شما هم توصیه میتیم که رنگ ما از خانه نبرآمده با واتساپ آویاکسی شهروزه زنگ بزنید بلیتوی ارزون و باورناک است امروز روزی خورسندترین عائله ما امروز داده جانش از لاتریه ماشین برد کردند پگاه داده جانش خیشو تا برای جیغ میزنیم 1 تا آش میدهیم مایلش می داده جانش ماشین مبارک شد داده جانش دادش چی به تابتون خیره؟ چخیل خیره نشود من 1 سامانی با 2 دانه لاتریه گرفتم چی با 1 تاش ماشین میبرد و 1 دیگهش یگان چی نمیبرد من پسری ایسوفی زیقنه چی با همین خیل شو چی با این خیل میشد لاتریه که تشکیل کردی مال هر دوش برد آش پاش نیست چی با چای بسیار انداختی من چای زواد دارم من چای زواد دارم افتادم دیلم بزد برو از اینجا خلط اینی که کلت شاورتی من با این زنک هر ساعتی 8 کار میرفت 12 میگشت این که بر اومده رفته این ساعت 4 شده نیومده ایده بیه در کجا میگردی میگم اترا این چی خیلی بر اومدن رفتن اومدن هر ساعتی 8 کار میرفتی ساعتی 12 در خانه دمشیدی کو این ساعت 4 شده ای کجا میسی تو کجا میسی میگم مردک ای خدی وحدت تا اینمی خونه را کو ما پیاده آمدگیم درم ماشینا را من میکنم ماشینا نمیستن اینمی یک تاش جورای خدت سنت اینمی ای پیشم گذشت اینمی من کدم مرا دید سیگنال داد گذشت رفت ماشینش خوب خالی بود خالی نبوده از نچی پر بوده مردک ما بودم درم را خالی بود ماشینش نه همون اگر خالی میشید میگرفته داخل من میکرد داخل پر بوده نگرفته ایتا مردک میگم خالی بود مرا دید نکی نه ایستاد که دست من پاکتو دید که وزبین پاکتو ایکو نه ایستاد که مرا بگیره ببره تا در خونه را بیارن تو ما گفتم که پر بود تا اگه جا میدانی که دری ماشینی او پر بود اوخی ما در دوری ماشینش بدم بیا زنم بدرو کار نمیکنی دیدی چه خش پاکرف کردیم لازم یگان جای خطابیش نمیوام بیا اینجا تو خبر آخه چی دم اینا بکپ موخی او بخب چه چوکنه متر کوادراتش برورن یک هفتهش مرا گفته زن که برای ریس که چیکنه کوادراتش برورن بیان تو دنبال تو برای ما پی زندگی توش کنیم خانچی در کم زندگی بوس برا ولی بیشتر ما که بیس مردن بیس همینو دوی چیل سرشن دوی چیل ولی بیس دوی چیل چون میخواد وایتی دوی چیل با بالانش مونی چند میشن چهار در بالانش مونی اگه نفهمه اگه جا میفهم چیز کروستو گیره
مردا گوش کن مرا در خونه هیچی نیست که انصاف داری یا خب که هیچی نیست دوی چار دوی بالا گانی شد چون که 6 کوادرات میشه این خدا مرا همه 6 پکلوف کردم نخوش 6 کوادرات شما بخواب اوترم آخه من نفهمم این کاری اوستاگیره من این طرف روی میکنه این طرف روی میکنه خب ایش بود 2 3 برو ما خطش کن اوفه ای تا ای قدر همه سپورا که مردک اولی جا بیو چیه؟ اینه معلم ایکو معلم ماتماتیک ایکو تو نفهمی من نفهم اینه معلم میفهمه اینم را فیروت که به حساب کتاب کنه کمالی نه سلام علیکم معلم جون نازن سوزن رحمت سوزن سلامتیتون خوبه تینجین بخشش هیا همه بولو میروم دیدن یا چیری میپرسیدم بخشش دن مالش اینا معلم گفته معلم یا چند چوک میکنه حساب کتاب کار میتونه میرم پول میگیریم ایده به زیدگی با میشه فهمیدی دیگه اشتی خرخر کرده ایش نیست وای نیست اول ما معلم من نمیدیدم کو اول حساب کدام میگرفتی اولی خیر رحمت کی میدی چیگه به شوگیری ازی تینجی سلامتی خوبه سلام علیکم و علیکم السلام نازی استاد یاگانا استاد تینجی سلامتی بخشی یکی شما رو غم دادیم نه هیچ غم نیست من الله خونشتم شش میتاج گفتی بیو چیگه با تینجی راست دیگه استاد همین خونه رو همیش پکلیف کنم همین خیالختی انقدر حساب کتاب کنیم راست دیگه نمیفهم که چند کوادرات میرویم همیش پکلیف کردگی راست دیگه باقی شما آدمی خواندگی اهل فهم با ماتماتیک رو خوب میدونید همه رو گفتم همین متر میگیرید یا کوادرات میدونید چند کوادرات میروم در کار نیست متر لازم نیست شوگیری عزیز اینجا همگی همیش پکلیف که کردگی تو 83 کوادرات میبروید وو 83 کوادرات میبروید استاد شما چه نوکره کجا بدونید که 83 کوادرات میروید ایش پکلیف که کردگی من کجا میدونم هی شوگیری گرم همیش پکلیف که کتی کرده ای همیرش کتوشم من کردگیم تو حاضرم پلچه دادگی نیستم